به نام خداوند دانا و توانا. به درس‌های کیمیای صنف هشتم خوش آمدید. درس امروز ما اکسیدیشن فلزات می باشد. اکسیدیشن فلزات چی است؟ چگونه اکسیدیشن صورت می گیرد و محصولش چی میشه؟ در همین درس می خوانیم. اول مفهوم اکسیدیشن فلزات باید بفهمیم. اکسیدیشن فلزات یعنی چی؟ اکسیدیشن فلزات ساده ترین معنا و مفهومی که با اکسیدیشن فلزات گفته میتونیم، اکسیدیشن فلزات یعنی تعامل فلز با اکسیژن. اکسیدیشن فلزات چی معنا؟ تعامل فلز با اکسیژن. همین موضوع را اکسیدیشن میگه. د فلز تعامل لا اکسیژن سره د فلز اکسیدیشن په نامه یادیږي. د فلز تعامل لا اکسیژن سره د فلز د اکسیدیشن په نامه یادیږي. پس اکسیدیشن فلز همی ساده ترین معنایش است، یعنی تعامل فلز با اکسیژن. و از اکسیدیشن فلزات چی حاصل میشه؟ محصول اکسیدیشن فلزات چیست؟ محصول اکسیدیشن فلزات چی است؟ محصول اکسیدیشن فلزات چی میشه؟ اکساید فلزات میشه. اکساید فلز حاصل میشه. محصول اکسیدیشن فلزات چیست؟ اکساید فلزات حاصل میشه. پس کوتاه درس همین است که اکسیدیشن فلز یعنی تعامل فلز با اکسیژن و محصولش چی؟ اکساید فلز. د فلزات اکسیدیشن یعنی د فلزات تعامل اکسیژن سره او محصول چی که د فلز اکساید جوړیږي. این موضوع رو تا اینجا فهمیدیم. اکساید فلز جور میشه. ولی یک موضوع دیگر را به شکل معادله اگر نوشته کنیم بهتر است. اگر اکساید فلزی در آب انداخته شود، باز یک القلی حاصل میشه. یا القلی حاصل کیگی که در این درس در موردش بحث میکنیم. پس حالا مفهومش فهمیدیم و تعاملات توزینش هم شما میتونه که چگونه توزین میشه، سنگ توزین کیگی و نامگذاریش هم میخوانیم چگونه نامگذاری میشود. پس مسائلی که در اینجا گفته اینها را تشریح کردیم و حالا در مثال کار میکنیم. مثال های مختلف کار میکنیم. از امی اکسیدیشن فلزات. اول این موضوع را ما باید بفهمیم. اگر فلز با اکسیژن تعامل کرد چی حاصل میشه؟ خلاص درس امروز براتون نوشته میکنم باز هم یک بار. فلز با اکسیژن تعامل کرد چی حاصل میشه؟ اکساید فلز حاصل میشه. اکساید فلز. کچیر فلز لا اکسیژن سره تعامل وکړ چی جوړیږي؟ د فلز اکساید جوړیږي. و امی اکساید فلزه اگر گرفتین در آب انداختین باز چی جور میشه؟ القلی ورڅخه جوړیږي. القلی یک نوع مرکبات دیگر است که در امی کتاب میخوانیم، در فصل های آخر کتاب است. یا موضوع داده. موضوع دیگر هم داریم. موضوع دیگر چی است؟ موضوع دیگر ای است که اگر غیر فلز با اکسیژن تعامل کنه، غیر فلز لا اکسیژن سره تعامل وکړي چی جوړیږي؟ اکساید غیر فلز جوړیږي. د غیر فلز اکساید جوړیږي. اکساید غیر فلز جوړ می شود. امی اکساید غیر فلز اگر گرفتین در آب انداختین، اکساید غیر فلز اگر گرفتین در آب انداختین چی حاصل میشه؟ اکساید غیر فلز اگر در آب انداختین این چی جور میشه؟ یک تیزاب جور میشه. این 4 موضوع را خوب صحیح یاد بگیرین. دا 4 موضوع په سمه توګه زده کړئ. این 4 موضوعی که اینجا نوشته است را خوب صحیح یاد بگیرین.
حالا ما مثالش کار میکنیم. اوس را از اون مثال دی. مثلا ما اگر بگیریم کلسیم با اکسیژن تعامل بدیم، کلسیم لا اکسیژن سره تعامل ورکړو، کلسیم با اکسیژن تعامل بدهیم. خب خلاص درس امروز ما را میگیم بعد تعامل اجرا میکنیم. اگر فلز با اکسیژن تعامل کرد اکساید فلز جور میشه و اکساید فلز در آب اگر انداخته شود یا با آب تعامل داده شود القلی ساخته می شود. اگر غیر فلز با اکسیژن تعامل کنه اکساید غیر فلز ساخته میشه و اگر اکساید غیر فلز با آب تعامل کنه تیزاب ساخته میشه که این درس امروز ما هست. مثالش هم کار میکنیم. کلسیم با اکسیژن تعامل کنه. معلوماتی که ما باید داشته باشیم کلسیم در کجا قرار داره؟ کلسیم در گروپ E2، اکسیژن هم در E6 قرار داره. پس این دو الکترون میبازه چارج مثبت دو را اختیار میکنه و این دو تا را میگیره منفی دو را اختیار میکنه. این که چگونه میگیره چگونه میبازه سوالات زیاد در کار کردیم. پس اینجا چی گپ میشه؟ اول چارج مثبت نوشته میکنیم کلسیم، بعد اکسیژن. چارج از این مثبت دو از این منفی دو، چارج ها مساوی صفر شده هر دویش، دواره صفر شده. نو ارتیا نشته چه اختصاری کو یا ضریب ورکړو. ضرور نیست که به خاطر صفر ساختن چارج ما اختصار کنیم یا هم ضریب بدهیم، به خاطر که هر دو چارج مثبت و منفی ما مساوی است. ولی معادله ما توزیع نیست، باید توزیعش کنیم. اکسیژن چند تاست؟ 2 دانه است. اینجا یکیست، پس یک ضریب عمومی میتیم که 2 تا شوه این طرف ها. کلسیم هم 2 تا شد، کلسیم هم 2 شد، دلتا نو دو هم 2 ورکو. پس معادله ما توزیع شد. امی یک اکساید جور شد. خب نامگذاری اکساید فلزی خیلی آسان است. به صورت عموم اکساید فلزی را که نامگذاری میکنیم به این قسم نامگذاری میشه. اکساید فلزی میگیم نام فلز، نام فلز جمع اکساید. د فلزی اکساید کله چې نوم لیکو اکساید د فلز یا غنا د فلز نوم لیکو بیا اکساید لیکو، نام فلز بعد اکساید نوشته میکنیم. به همین قسم نامگذاری میشود. په همدې طریقه نوم لیکل کیږي. مثلا نوشته میکنیم امی کلسیم بود، فلز ما چیست؟ کلسیم، پس نام از این میشه کلسیم اکساید. د فلز نوم کلسیم ده، ور سره اکساید اضافه کوو. مثال دیگر مثلا داشته باشیم Li2O، فلز چیست؟ لیتیم، فلز لیتیم ده، نو دا هم کیږي لیتیم اکساید. مثلا داشته باشیم MgO، فلز است مگنیزیم، پس میگیم مگنیزیم اکساید. نامگذاری اکساید فلزی هم آسان است، مگنیزیم و اکساید. به دې طریقه نوم لیکو، نامش به همین قسم آسان نوشته میکنیم. و موضوع دیگر را گفتیم اگر اکساید فلز در آب انداخته شود یا با آب تعامل داده شود چی جور میشه؟ القلی. اکساید فلز جمع آب چای جوریگی؟ القلی جوریگی. القلی مرکبات را میگه فعلا نما قرار بفهمیم که گروپ هیدروکساید داشته باشه. حالا ببینین ما یک تعامل کردیم کلسیم، تعامل شد معادله جور کردیم کلسیم اکساید جمع آب، محصول از چی میشه؟ یک القلی جور میشه. اما به خاطر از اینکه ما این تعامل خوبتر اجرا کنیم یک ظرف رسم میکنیم تا بیشتر بفهمیم آسانتر کار ما شود. یک ظرف رسم میکنیم، در این ظرف اردویش هم میندازیم، کلسیم که انداختیم کلسیم هم میندازیم، کلسیم اکساید هم میندازیم و آب هم میندازیم. خب کلسیم اکساید انداختیم دی، این تبدیل شد به کلسیم و مثبتش یک طرف و اکسیژن منفی دیگه طرف. اکسیژن منفی دیگه طرف، کلسیم مثبت دو اکسیژن منفی دو دیگه طرف. اوس که چیری اوبه هم واچه و آل آب هم میندازیم، کلسیم واچه و دا تجزیه شد، کلسیم مثبت چارج سره او اکسیژن هم منفی چارج سره تجزیه شد. اوس بل مواد پکی اچو اوبه اچو
آب میندازیم، H2O را میندازیم. این را که بیاندازیم تبدیل میشه به H مثبت و OH منفی. OH منفی تبدیل میشه. H مثبت او OH منفی در جوړیږي. نو څه کار کیږي؟ پس چی میشه؟ در نتیجه اینجا چی کار میشه؟ اینی دو تا یک جای میشه چی را میسازه؟ OH میسازه با چارج منفی 1. و این دو تا هم یک جای میشه چی را میسازه؟ دو دوباره یوځای کیږي کلسیم OH میسازه. خب چارج از این مثبت 2 از گروپ OH منفی 1 است. خب چی گپ میشه؟ اینی OH دگاه میاد در یک جای میشه. دابل OH هم ده سره یوځای کیږي دا دو کیږي. OH دیگه هم با این میاد پس این میشه 2. پس بالاخره چیزی که حاصل میشه اینجا کلسیم OH خارج از در داخل قوس OH و بیرون از قوس یک 2 میاد. به این طریقه کلسیم هیدروکساید ساخته شد. دا جور شد کلسیم هیدروکساید. کلسیم هیدروکساید یک القلیز هیدروکساید ساخته شد. به دې طریقه دا کیږي. یا بل مثال هم ولرو. یک مثال دیگه هم از این داشته باشیم بهتر میشه. مثلا ما داشته باشیم سودیم اکساید داشته باشیم. سودیم چارجش مثبت 1 از این دوست به این قسم میشه. این را در آب بیاندازیم. اوبو کی واچو. خب به خاطر از اینکه مفهومش بدانیم باید یک ظرف رسم کنیم. د دې لپاره باید یک ظرف رسم کو چې آسانه ور باندې پوه شو. خب ظرف رسم میکنیم در این قسمت. خب ظرف که دواره اچو. اردویش در ظرف میندازیم. سودیم که بیاندازیم میشه سودیم با چارج مثبت توزیع هم هیچ نکنین چارج مثبت 1 و اکسیژن هم با چارج منفی 1 منفی 2 چارج اکسیژن منفی 2 اکسیژن منفی 2 چارج سره. اوس اوبه هم اچو. آب هم میندازیم. آب تبدیل میشه به H مثبت طرف منفی میآید. H مثبت و OH منفی. بالاخره چی کار میشه؟ بالاخره کار که میشه دلتا اوس کار کیږي دلتا اوس دغه دوه یو ځای کیږي NaOH جوړوي او دابل هم OH جوړوي. این هم OH جور میکنه. چون ما دو مولکول سودیم داریم. دو مولکول سودیم دلتا لرو. دو مولکول سودیم داریم. پس اینجا هم یک مولکول دیگه سودیم با یک جای میشه. ده سره یو جای که دو تا سودیم داریم اینجا. ایره که انداختیم دو سودیم داشتیم. دو سودیم درلوده. یو سودیم دلتا یو ځای شو دابل دلتا یو ځای شو. پس دو مولکول NaOH جور شو. دو مولکول سودیم هیدروکساید ساخته شد. به می طریق تعامل صورت گرفت. به دې طریقه دا تعامل سر ته ورسیده. خب این تعاملات زیاد است که در بعدها هم در موردش بحث داریم. نام همین مرکب چی شد؟ سودیم هیدروکساید. در القلی ها باز هم میره داریم. حالا همه قدر بدانی بحث است. اوس هم دوباره پوش دا کافی ده. خب این موضوع را فهمیدم ته دې ځای پوه شو. حالا ادامه میدهیم که دیگر کدام مسائل باقی مانده. نورپات برخی ترازو. اینجا هم ما خوانده بودیم در معادله که اس نوشته بود. اس معنای چی؟ جامد. سولید جامد. ال که معنایش بود لیکوید مایع و ایکیو محلول آبی. ایره در روزای اول دایی گفته بودیم این اصطلاحات. پس تا اینجا فهمیدیم ته دې ځای پوه شو. نور ادامه ورکه و نور کوم مسائل شته. اکسیدیشن غیر فلزات. د غیر فلزات اکسیدیشن. اکسیدیشن غیر فلزات یعنی چی؟ اکسیدیشن غیر فلزات یعنی تعامل غیر فلز با اکسیژن. تعامل غیر فلز با اکسیژن. اکسیدیشن د غیر فلزات یعنی د غیر فلز تعامل اکسیژن سره. همدې ته د غیر فلز اکسیدیشن وایي. خب این را فهمیدیم. و یک موضوع دیگر، اگر ما اکساید غیر فلز
در آب بیاندازیم چی جور میشه؟ تیزاب. دی غیر فلز اکساید په اوبو کې واچو و چای جوړیږي؟ تیزاب جوړیږي. پس این موضوع رو تا اینجا فهمیدیم و مرکبات مختلفش چگونه نامگذاری میکنیم، در این مورد هم بحث میکنیم. حالا در اینجا یک تعامل ببینین. دلتا یو تعامل بگوره. دلتا سلفر ترای اکساید ده. سلفر ترای اکساید نامگذاریش هم میخوانیم. حالا سلفر ترای اکساید، سلفر ترای اکساید در آب که انداخته شود تیزاب جور میشه. سلفوریک اسید چی جور میشه؟ طریقش چیست؟ اول هیدروژن رو نوشته کنید دیگه بخش متباقیشه. و همچنان کربن دی اکساید در آب انداخته شود کربونیک اسید ساخته میشه، یک تیزاب. اینجا هم در این تعاملات اول هیدروژن رو نوشته میکنید بعد اجزای متباقیشه. یعنی چگونه؟ مثلا داشته باشیم سلفر ترای اکساید، سلفر ترای اکساید، همین مثال کار میکنیم. سلفر ترای اکساید جمع آب. روشش چیز؟ اول هیدروژن رو نوشته کنید. تاسو اول هیدروژن لیکی H2 هر چقدر که از هیدروژن. بعد از او یک دانه سلفر است، یک دانه سلفر دالی که و اکسیژن چند تاست؟ 3 تا اینجا است، یک هم اینجا 4 دانه اکسیژن، 4 دانه اکسیژن لیکی. همدغه سلفوریک اسید شو. سلفوریک اسید. یا مثلا کربن دی اکساید ببینین. کربن دی اکساید، کربن دی اکساید در آب بیاندازین H2O. بالاخره این چی ساخته میشه؟ در چای جوړیږي؟ اول هیدروژن ولیکئ H2. کربن چند تاست؟ یک دانه، یک دانه کربن املیکه. اکسیژنش چند تا شد؟ اکسیژن هم 3 دانه شد. پس چی شد؟ کربونیک اسید. کربونیک اسید جور شد. پس اکساید غیر فلزی که در آب انداخته شد اسید یا تیزاب جور شد. اسید یا تیزاب جور شد. دا موضوع بنده هم پوه شو. این موضوع را هم فهمیدیم. حالا موضوع دیگر که نامگذاریش است. نامگذاری چه قسم است؟ اکساید فلزی را خواستان براتون گفتم. نام فلز جمع اکساید. فلزی اکساید نوم لیکن آسانه ده. دی فلز نوم او سنک اکساید لیکه. لکه سودیم اکساید، کلسیم اکساید او داسی نور. آیوپاک چی معنا داره؟ آیوپاک شما در کیمیای عضوی صنف 9 و 12 کار دارین. این چی است؟ یک طریقه نامگذاری است و معنیش است International Union of Pure and Applied Chemistry می باشه. اتحادیه بین المللی کیمیای خالص و کاربردی یا کیمیای تطبیقی. یک اتحادیه است که ای را در صنف 9 بیشتر شما کار دارین. پس نامگذاریش آسان است. نام فلز جمع اکساید. دی فلز نوم و سنک بیا اکساید. ای را نوشته میکنه. و همچنان اگر اتو فلز باشه که نمبر اکسیدیشن متفاوت داشته باشه یا چارج متفاوت داشته باشه باز چی کار میکنین؟ همدارنگه داسی فلزات هم شته چی اکساید جوروی خو نمبر اکسیدیشن فرق لري. بیا دلتا چه کار کوي؟ اینجا چی کار میکنین؟ اینجا شما باز ببینین اگر نمبر اکسیدیشن پایان بود کلمه او سکتش اضافه کنین. نمبر اکسیدیشن چارج پایان که بود او سه اضافه کنین کتش. اگر چارج بلند بود کلمه ای که یا آی سی را اضافه کنین کتش. چارج بلند. مثلا حال اینجا ببینید دا مثال تا تصور گوره. اینجا سلفر چیز تک مس است. سیو مس است. سنبول مس است. حال سعی کنین این چارج از اینجا که است مثبت 1 است. در پایان چارجش مثبت 2 است. پس که 1 است میگن کاپروس اکساید میگن. کاپر مس میگه کاپروس جورش میکنن. کاپروس اکساید. کاپروس اکساید. و ای چارج دیگهش که مثبت 2 است ایرا باز کاپریک اکساید جور میکنن. در پسوند نامش چیزا را اضافه میکنن. مثلا آهن فریک اکساید و فرس اکساید میشه. دلتا هم داکیگی که چارج لوړ و دی آی سی پسوند ورته اضافه که که چارج ټیټ و دی اوس پسوند ورته اضافه که. اکساید های فلزی را فهمیدیم که چگونه نامگذاری میشه و همچنان به طریقه آیوپاک هم میتونیم نامگذاریش کنیم که در این طریقه چی کار میکنیم؟ نام فلز و در قوس چیش نوشته میکنیم؟ نمبر اکسیدیشنش.
د فلزات و آی پاک طریقه که چه کار کوي؟ د فلز نام فلز در قوس چی نمبر اکسیدیشن یا چارج در قوس چی را نوشته میکنین؟ ولانسش یا نمبر اکسیدیشنش نوشته میکنین. ولانس یا نمبر اکسیدیشن و در اخیر کلمه اکساید اضافه میکنین. حالا سعی کنید امیره سلفر مثبت 1 است، داخل قوس 1 نوشته شده. دلته وګورئ سلفر چارج دکی مثبت 1 ده، دلته قوس کې 1 لیکل شوی ده. پس میگین مس 1 اکساید. در دیگه سعی کنید چارج مس 2 است، میگین مس 2 اکساید. این طریقه آی پاکش است که قدر کاربرد نداره ولی نمبر اکسیدیشنش نوشته میشه. نمبر اکسیدیشن لیکل کیږي. ولی در اکسایدهای غیر فلزی چی کار میکنین؟ به غیر فلزی اکسایدهای دونو که چه کار کوي؟ در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی شما کلمات هم حروف هم استعمال میکنین. حروف هم استعمالوي. مثلا کربن 1 اکسیژن داره، کربن مون اکساید، کربن دای اکساید، سلفر ترای اکساید. به این قسم نامگذاری کرده میرین. په دې طریقه تاسو نوم لیکلای شئ. نام ها را به این قسم اضافه کرده میتونین. و همچنان در این غیر فلزات چند مثال بیشتر ما براتون کار میکنم. از این غیر فلزات کمک متفاوت است. زین نور مثالونه هم تاسو دلته کار کوم. مثلا سعی کنین کربن مون اکساید 1 دانه اکسیژن داره. یعنی در غیر فلزی تا کار میکنین. فرمول عمومی نوشته میکنین تعداد غیر فلز، نام غیر فلز، نام غیر فلز جمع تعداد اکسیژن جمع اکساید. به این طریقه نامگذاری میکنین. ولی اگر غیر فلز 1 دانه بود صرف نظر میکنین. که چیر غیر فلز 1 دانه و صرف نظر کوي. اوس وګورئ مثال ببینین. مثلا کربن مونو اکساید است. سعی کنین اینجا شما نمیگین مونو کربن مونو اکساید، بلکه از غیر فلز اگر 1 دانه بود این مونوش نوشتنش غلط است. که چیر غیر فلز 1 دانه و مونو ور سره ملیکی. مونو به معنای 1، دای به معنای 2، مونو څه معنی 1، دای 2، ترای 3، تترا 4. یا بل مثال کربن 1 دانه است. پس مونو کتش نمیتیم، میگیم کربن اکسیژن 2 دانه ده، 2 دانه دای اکساید. یا هم بل مثال سلفر غیر فلز است، 1 دانه است، مونو کتش نمیتین، میگین سلفر لیک سلفر اکسیژن 2 دانه ده، 3 دانه ترای اکساید، سلفر ترای اکساید. یا هم کچیر دسه اوسی مثلا این قسم است NO2 نایتروژن 2 دانه نایتروژن ده، 2 دانه دای نایتروژن، اکسیژن 2 دانه ده، اکسیژنش چند تاست؟ 1 مونو اکساید، دای نایتروژن مونو اکساید، دای نایتروژن مونو اکساید. یا بل مثال تا وګورئ نایتروژن ده و اینجا هم مثلا 3 تا اکسیژن داره. دلته ګورئ 2 دانه نایتروژن ده، چند تا نایتروژن؟ 2 دانه. پس میگین دای نایتروژن. د نایتروژن خبره خلاص شوه. اکسیژنش چند تاست؟ اکسیژن 2 دانه ده، 3 دانه ترای اکساید. اکساید هم در آخر اضافه میکنین. یا هم کچیر 2 سوسی نایتروژن اینجا 5. چند تا نایتروژن است؟ 2 تا. میگین دای نایتروژن. چند تا اکسیژن است؟ 5 تا. 5 پنتا میگه، پنتا اکساید. پنتا اکساید. به این طریقه هم نامگذاری میتونیم.
ولی یک روش دیگه داره که او را هم میخوانیم، ولی قبل از او را بخوانیم اینی اعداد باید بفهمین. دا عددونو باندې باید پوه شئ. مونو به معنای یک، مونو د یو په معنا ده. دای به معنای چیست؟ دو، دای د دو په معنا. ترای به معنای چیست؟ سه دانه. تترا به معنای 4 دانه. پنتا به معنای 5 دانه. پنتا د 15 په معنا. هگزا 6، هپتا 7 دیگه همه قدر بس است. هم دومره کافی ده وصل پاره. پس تا اینجا فهمیدیم که دیزه پوشو. اینجا هم براتان این موضوع را تشریح کرده است. دلتا هم دا موضوع تشریح سوی ده. درس امروز ما به پایان رسید. تا درس دیگر خدا حافظ. اگر سوال داشتین باز میتونید پرسان کنید. کار خانگیتان چیست؟ یادگیری خلاصه درس. دی درس لندیز باید ازده کړئ او مثالونه هم کار کړئ. خلاصه درس